سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، در اینجا قصه بسیار جالب هست. تا آخر گوش کنید که چقدر علما و اهل سلف و ترک دنیا کردن آنها که چقدر از دنیا میترسیدن. از دنیا نه، بلکه از این که میترسیدن که در حق دیگرها ما یگام ناحقی نکنیم یا که در بالا آنها ظلم نکنیم. حسن ابن ربیع میگوید که یک مردی را گفت که آیا تو یگام انسان دیده است با صبرتر گفت از نعمان ابن ثابت ده ابی حنیفه رحمه الله ده؟ تو با صبرتر دیده ای؟ گفت هم مرد یعنی که ندیده استی تو. وقتی که امام ابو حنیفه رحمه الله را گفت دعوت میکردن که بگی دنیا را، بگی وظیفه را، چه خیلی که میخوای راحت کن، دیگه حضرت ابو حنیفه رحمه الله امام اعظم از دنیا رو میگردان. میگه حتی بگم شلاق ها خورد، میگه عذاب ها و مشقت ها خورد. از چی ترسید؟ که از این ترسید که در حق یگام بنده بگم یگام بنده الله ظلم نکنم. گفته یعنی که وقتی ابو حنیفه رحمه الله را برای قاضی بدن دعوتش میکردن که تو قاضی میشی، میگفت که نمیشم. به خاطر چی؟ به خاطری که میترسید که شاید که من در حق اون کس حکم میکنم خطااً یا که نافهمه یا که یک کسی تهمت میکنم حکم میکنم، روز قیامت چی جواب میگفته باشم. از این شیده بگیم که صبر کرد و حتی در همونجا شلاقش میزدن. و بعضی روایات میگه وقتی که شلاقش زدن یک روز همون قمچین یا که همون دره در روش بگیم تغری آمد، در روش پی یا که همون علامت همون شلاق ها ماند. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله همین شلاق میزن صبر میکرد، گریان نمیشید، بله همون روز گریان شید. گفتن که برای چی تو گریه میکنی؟ گفت که تنت درد میکند. وقتی که تنت درد کرد قبول کن وظیفه را. میگفت نه تنم درد نمیکنه، یگام درد نمیکنه به خاطر الله. ولیکن فردا مادر ما بیاید این علامت یا که همون بگیم که سرخی روی مرا بیند، میگد که فرزند مرا شلاق زدن. گفته مادرم زیق میشه، ما از زیقی مادرم گیره کردستن که مادر ما فردا مرا بیا اگر بیند، اگر زیق میشه از زیقی مادرم بسیار غمگین هستم. و ابو نصر بیشر ابن حارث میگد که در حق امام ابو حنیفه رحمه الله هیچ کس سخن نمیگد، سخنی بد نمیگد، مگر دو نفر سخن میگوید در حقش. اما حاسد لعلمی، مگر حسد برنده به علمی و نکی عالم کی بود در برای که اهل علم هر یک اهل علم حسد کننده هست. اما جاهل بالعلم، یا که جاهل کی علم ندارد که بفهمه همه را فهمو، یا که جاهل ها حسد میکنه در حق امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله، یا که حاسد ها. در این باره ابو نعیم هم گفت که شین سفیان را که سفیان ثوری که میگوید که ابو حنیفه رحمه الله در علم بسیار حسدش میکردن، بسیار عالم بود، بسیار درجه در هم وقت زمانشان که بلندی بعد رفتگی که بود، در هم وقت هم دشمناش زیاد بودن. وقتی که خلیفه پیشش در آمد گفت که ای گفت نعمان وظیفه را قبول میکنی؟ گفت که قبول نمیکنم. گفت به خاطری که بعضی روایات میگن یک چند تا شرط های خطا که موندگی بودن دیگه ابو حنیفه رحمه الله تماما قبول کردن نمیخواست دیگر. گفت که قبول میکنی وظیفه را؟ گفت قاضی میشه؟ گفت که دیگرها هستن، عالم ها هستن، همونها قاضیشان، ما مشغول هستم نمیشن قاضی. میترسید که در خلق الله ظلم نکند. در این مراتبه خلیفه قسم خورد که والله قاضی میشه. گفت حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله گفت که والله قاضی نمیشم. گفت اینم قسم خورد. دیگه در گیر دوره اون انسان ها و دیگر کسایی که بودن گفتن هی نعمان تو قسم تا بخور، یعنی که خلاف قسمت کن 3 روز روزه میگیری و خلاص و خی نخود که گپ خلیفه را قبول نکنی. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله گفت که نگفت، بلکه گفت خلیفه قسم شه بشکند، قسم شه بخورد، یعنی که او دورنده هست. گفت خلاف قولش کنه گفت کفارت بده. گفت 10 کس طعام بده جمع نداره. گفت ائمه در گفت قدرت زیادتر داره. گفت یعنی که تصور کن به خاطری که در خلق الله یگان مشکل نکنم، به خاطری که کس ناحق حکم نکنم، از دنیا پشت گردانده بودن. الله پاک همه ما را حق جو
حق رفتار نصیب روزی بگرداند که در خلق الله در بالای بگیم مسلمان ها چه یگام ناحقی نکنیم و این ناحقی این معنا ندارد که دائم از طرف یگام انسان خیلی خیلی وظیفه بلند باشد. این ناحقی از شوهر در بالای مثلا که همسرش شیلنش ممکن است و یک انسانی که در زیر دست یک کس کار میکنه این هم شیلنش ممکن است و الله پاک از این ظلم و از این مشقت در بالای خلق الله کردن الله نگهبان باشه ما شما را هدایت کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.